بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أسباب نجاة الأمة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. اینک ما درسوی خود را به عون الله حق سبحانه و تعالی دوام میدهیم از رساله خیلی هم پربرکات و بزرگ از رسائل شیخ علامه صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالی، رساله به نام اسباب نجات الامه، یعنی سبب و باعث های نجات این امت. ما چندین یعنی که سبب ها را گذاشتیم بارک الله فیکم. از جمله یعنی که سبب های نجات امت چی بود ما در درسی گذشته خواندیم، اندک باشد هم این چی بود؟ این الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، یعنی امر به کارهای پسندیده کردن و از کارهای ناجویه باز داشتن. هم این هم یکی از بزرگترین سببهای نجات امت می باشد. گفتیم هم خیلی است در کدام حالتی که شیخ گفت در درسای گذشته، کدام وقتی که بینید در درون امت یعنی امتی اسلام امری به معروف و نهی از منکر وجود دارد، دانید که امت انشاءالله یعنی که نجات می یابد. اما امر معروف و نهی منکر ترک کرده شود، می بینید که امت به هلاکت می رسد. چخیلی که الله سبحانه و تعالی با ما و شما قصه بنی اسرائیل نقل کرده بدین همیشه به تفصیل گذاشتیم. اکنون شیخ می فرماید که ولما قرأ صلی الله علیه و علی آله و سلم قوله تعالی، وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم سخن الله تعالی را قرائت کرد، اونجا که الله تعالی فرمود لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعن ای طرد من رحمت الله، یعنی از بنی اسرائیل اشخاصی که کافر شدن ایشان را لعنت کرده شد، یعنی در حقشون دعا کرده شد که ایشان از رحمت الله بے نصیب شوند. گفته به زبان داوود و عیسی ابن مریم، فهمیدی؟ ایشان را یعنی که به زبان که داوود و عیسی پسر مریم الله سبحانه و تعالی به زبان اینها و یارا لعنت کرد، یعنی از رحمت من ایشان دور شدند. با کدام سبب؟ فهمیدی؟ ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون، این همه با آن سبب است که ایشان عصیان ورزیدن. یکن عصوا در اینجا بعدی عصوا یعنی که مفعول نامدی شده است، یعنی عاصی از الله، عاصی از پیغمبر شدن. فهمیدی؟ این خیلی معنی میده. وقتی که عصوا کی شد، ذلك بما عصوا ای عصوا الله و رسوله، به سبب از الله و از پیغمبرش عصیان ورزیدنشان، یعنی به دیگه تعبیری عادی بگیم اگر گپی الله را نگرفتن، گپی پیغمبر را نگرفتن. فهمیدی؟ و كانوا يعتدون، و ایشان تجاوز کاری کردن. خیلی در درسی گذشته گفت مراد از تجاوز کاری ایشان یعنی از حد گذریشان چی بود؟ اعتداهم فی السبت و غیره، مثلا در روز شنبه قاعده روز شنبه رو پایمال کردنشون و غیره، این دیگه با کارهای بسیار دارن. نگاه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نگاه یتناها یعنی که اساسا چی؟ بین دو کس اساسا، یا که بین دو طایفه از کاری منکری که میکردند یک دیگرشونه من نمیکردن. فهمیدی؟ یک جای کار میکردن، هم کار بودن هم طبق بودن،
هم مجلس بودن، فهمیدی، هم نشین بودن، خیش و تبار نزدیک بودن، میدیدن به چشمشون یعنی کاری منکره من نمیکردن. كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه ای لا ینها بعضهم بعضا، فهمیدی، من نمیکردن اون کاری که فعلوه ای فعل بعضهم. لبئس ما كانوا يفعلون، چی قباحت چی بیزید می باشد این کاری که میکنن. کدوم کاری که میکنن؟ یعنی که ترک امر معروف کردنشون، فهمیدید؟ یعنی کارهای ناجویه کردنی مردم این کاری بیزید بسته و همچنین با در برابر این شما دیده و دانسته و یار من نکردن تو اینم یک کاری قباحت است. سبب اللعنة أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فلعنهم الله جميعا. نگاه کنید، سبب لعنت آن است که ایشان یک دیگرشون از کاری ناجویه، از کاری منکری که دیگرها انجام میدادن من نمی کردن، الله همش یک جویه لعنت کرد. فهمیدید؟ هم کاری معصیت کردگی آره، همون کسانی که چیکار کردن من نکردن از کاری منکر. قال صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت کلا، نه، یعنی برای چه؟ زجره، هم خیلی برای زجره، یعنی شما این کار نکنید، کاری که باید کردن باعثی لعنتی الله شد. والله لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعننكم كما لعنهم. ده بعضی جای يلعننهم دیگه، ثم يلعنكم كما لعنهم. ام خیر روایت هم دیگه. بسیار حالتو شیخ اینک معنی حدیث ذکر منه الله علم. حدیث رواه ابو داود فهمیدی و ترمذی و دیگران از حدیث ابو موسی اشعری. مهم چی معنی داره سخنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم؟ کلا یعنی نه، شما باید این طور نکنید، یا که کلا به معنی آگاه هست، آگاه باشید، آگاه باشید برای تنبیه. والله لتأمرن بالمعروف، قسم به الله شما باید که امری به معروف بکنید، فهمیدی؟ ولا تنهون عن المنکر، و شما باید که از کار منکر چیکار کنید؟ منع کنید. و شما باید که دستی بخیرت، دستی به عقل، به سواد، فهمیدی؟ به عقل را دستشو نگیرید، یعنی باید با کار خود کردن گیرد گورش جدا نگوید. شما باید که دستی بخیرت قبید. این هر کسانی که در این حزب و دعوای حزب و در این فرقه و دعوای فرقه داخل میشن شما دست گیرد گفته در پیغمبر صلی الله علیه وسلم و بخیرت دارید. ولا تأترنه على الحق، و یا به حق برمیگردانید، باید که ویا به حق برگردانید، یعنی از اون حق برآمد رفت کو و دوباره تردونه ردا، و یا دوباره آورده به حق برگردانید و از حق بیرهزد است. فهمیدید؟ ولا تقصرنه على الحق قصرا، و یا در همون حق حبسش میکنید. ولا تقصرنه معناش چیه؟ یعنی و یا آورده در این حق میمونید، گردش محکم میکنید. خیلی نه که یا حزب رو آورده بس چیو و دیگه احوالش خبر نگرفته پگه بود دیگه حزب رو اومده. بعضی آدم‌ها خیلی میکنن، یا کسی دعوت میکنن چی؟ وقتی که با حق قبول کرد فهمید بعد چیکارش میکنه؟ با سرش میکنه، با میبینن که پگه با خوارج شده، پگه ما میبینن باید تحریر شده، پگه یک اوای بدتر شده. وقتی که شما یک کسی که امر معروف کرده الله سبحانه و تعالی نصیب کرد که شما
سببوار شده به هدایت یافتن او. این حدیث چی معنی؟ ولا تقصرنه علی الحق قصرا. این دیدی مفعول مطلق ای تحبسنه على الحق قصرا، ای حبسه سخت او را میداری دیگه سرش نمیتی تو ایمانش به قوت شدنه. مردم خرسند میشن که ما چند روز دعوت کردیم اسلام قبول کرد، بعد چیکار کردم؟ بعد نمیدونم اول چیکار کردم، بعد میگه پس صوفی شده، اسلام قبول کرده صوفی شده است یا کی تحریری شده است. چند یعنی کی روز میشناسیم کی تحریری شده است. چلو میگن که در تاجیکستان یه روز اسلام قبول کرده، بعد چیکارش کرده؟ خانه اسلام با گفت تاجیکا قبول کرد، میگه که یکم چیزی که نه سنتش کرده، دستش قفیدن یک سنتش کرده اون، یعنی ختنش کردیم. این اهم واجبای اساسی. بعد معنای لا اله الا الله میدونن نمیدونن، یک کاردار نشنیدن همون تلفظ عربیش گفتم براش گفته است. بعد چیکار کردن؟ چپانش پوشوندن، این جامش پوشوندن، اورا دستش داغ پوشوندن، گفتن انا این مسلمان شده. فهمید؟ انا الله اعلم با کدوم عقیده را لغت کردن. فهمیدید؟ او وگر نمیشود اگر همین گفتاری بالا رو نکنید، یعنی امری به معروف نکنید، نهی از منکر نکنید، دستی به خیرد نگیرید، او را به حق بر نگردانید، او را در اطراف حق بگیم در اطرافش به حق چی مستحکم نکنید، او را حبس نکنید در حق. اگر همین کارا را پرتوید وگر نه لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض. الله سبحانه و تعالی قلب بعضی شما را به سبب بعضی کسها میزند. یعنی کار میکنه که در یک صف نماز میخونید، برابر امام السلام علیکم طرف راست، السلام علیکم و رحمت الله، و طرف چپ السلام علیکم، یا که روبرو میزنه السلام علیکم میگه، لیکن یک دیگر تا چشم دیدن نداره. همین هم ظاهرا فقط یک سلامی روی که تو میمونن، لیکن همین اندک یک دیگر تو پشت سر کی کرده، البته پشت یک دیگر گابزنی و غیابی رو سر میکنه تو. همین به سبب چه؟ به سبب ترک امر معروف و نهی منکر. بارک الله فیکم. الله در قلب را میخزیده است به سبب بعضی ها یک دیگر چشم دیدن نداره. ثم یلعنکم کما لعنهم. بس شما را الله سبحانه و تعالی چیکار میکنه؟ لعنت میکنه. چه خیلی که او بیاره لعنت کرد. فهمیده؟ بارک الله فیکم. كثير من الناس يلقون بالمسؤولية، يلقون مسلمين يلقون بالمسؤولية على غيرهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. این کار حزبی امینه. فهمیده؟ میگوید که بسیار مردم ها هستن که مسئولیت از خودشون بالای دیگرها میپرتاین. فهمیده؟ خب درباره امر معروف و نهی منکر کردن، مثال گیریم دقیقه راه کوچه برفتی سوده کار ناجوی میبینن، میگه که برادر خود شما گپ زنید که خیش شما یا کی آشنا. میگه که اماما گپ زنن، ملاها گپ زنن، یکی دولت خودش وابسته‌است، دولت خودش دستگیرش کنه. و یقولون هذا على الهیئه، یعنی این یعنی امر معروف نهی منکر کردن این کاری کمیسیه، کاری شورای علما های، کاری ملاها های، این کاری دولت های، این دولت خودش میکنه. شیخ میفرماید که نعم الهیئه علیها واجب عظیم و هذا عملها. البته ما جانبدار شما هستیم. کمیسیه که به عهده خود امر معروف کردن و نهی منکر به عهده گرفته است، این واجب بزرگ در دوشه، این عملی وای هست. لكن ایضا انت علیک مسئولیه، ولی از خاطر نبرار که بالای تو هم مسئولیت هست. کل مسلم علیه مسئولیه. هر یک مسلمان روزی که مسلمان است، مسلمان شد یا که گویم او را مسلمان گفتن، و این مسئولیت داره. فهمیدید؟
نه فهمیده؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. گوش کن، میگویی که این باری من نیست، باری ملیسا های، باری امنیت های، این باری دولت های. کسی از شما کاری منکر رو ببیند فلیغیره بیده، با دستش او را تغییر دهد. زنی تو سریلوش میگردد، برهنه میگردد، یکی نیم برهنه میگردد، بیاد خود دغل نشد. فهمیدی؟ زنی تو، خواهری تو، مادری تو چی؟ ابروهاش میکند. هم خلاصه برای نازک کردن ابرو، یعنی که قاشوش. فهمیدی؟ این آخر فلیغیره بیده گفته ایستاد است که هیئت کمیسی هیئتی که شورای علما آمده در نو خانه در آمده دست زنی تو رو گیره، یا که با دستش یعنی که یک شط زند برای مثال. آخه اینجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. آخه دستی تو میرسد به خاندان تو یا که دستی ملای بیچاره. فإن لم يستطع، اگر نتواند، فبلسانه، بس به زبانش منکر را چیکار کند؟ دیگرگون کند. برای خاطر آن که تو به زبانت یک منکر دیگرگون کنی، بارک الله فیک، اول تو باید زبانت درس دی. زبانت باید که برای امر معروف و نهی منکر کردن درس داده باشی. بارک الله فیک. فهمیدی؟ او را درس نداده چی خیلی یعنی که تو چی میکنی؟ ادانه چی میبره، هر چی بود گفتم میگیری. چی خیلی یک بی سواد 5 سال در نزد شیخ ما خوانده ایستاده است، حالا هم خوانده ایستاده است، برای خاطر وقت گذروندن خوانده. چی خیلی که بسیار میگردن. یک کس گفته است که اما انشالله هر کدام انسانی که قطعی من بحث کردن شود که من از هر جهت تیارم گفته است. باید گفتم مثلا چی خیلی هر جهت، یعنی به دلیل موزده او را پچق میکنم، با قوه من گفته است، به دستم میزنم. حالا که اون کسی میدونه که به دلیل هم هیچی ندارد بیچاره، با قوه کو یک قوه. کسی که به دلیل گام میزنه فقط قوهش استفاده میبره، او را برزگاه واش میگن، او را برزگاه میگن. چه خیلی که بعضی بی سوادای در مسجدها میمونن، شکر در بعضی مسجدها سواد ندارد، بی سواده، شیخ ندیده، تماما یعنی که تعلیمات اسلامی را گرفتگی نیست، شرطای لا اله الا الله نمیدوند، شرطای نماز نمیدوند. یک جایی به تنگ آمدگی میگه که من چیم؟ ریاضیم، یعنی که من سپرسمنم، من سابق اینم، و هم گفته یعنی که من جاهلی، دوران جاهلی خودش ذکر کردم میگه. این خیلی آدم میگه که صفتی برزگاه دارش میگه. برای من بارک الله فیکم، مسجد جای برزگاه ها نیست. این مسئولیتی که مثلا در مسجد ها کار کردن، این جای مؤمن و مسلمان هایی که مسئولیت خودشون حس میگردگی کسا هست اینجا. فهمیدی؟ بارک الله فیکم. این خیلی زور فقط در هفته در میدانچه ورزش مشق کردن گرگان تیر برداشتن گرد. بارک الله فیکم. فإن لم يستطع فبلسانه، اگر نمیتوانی به زبانت. فإن لم يستطع، اگر به زبانش نتواند فبقلبه، اقلا به قلبش چیکار کند؟ بعد بیند. این هم مسئولیت. فهمیدی؟ به قلب بعد دیدن در کار است. و ذلك اضعف الایمان، این از همه ضعیفترین ایمان است. یعنی ایمان داره، فهمیدی؟ ولی از همه ضعیفترین ایمان است. حدیثه یعنی که امام مسلم روایت میکنن، فهمیدی؟ خب از کی؟ از ابو سعید خدری. اما ان تقول هذا على الهيئه فقط، اما اون دعوای گفتنی تو اون گفتی ساده که این باری کمیسی یعنی که امر معروف میکرده، باری ملاهای باری دیگران میگه ولا تنکروا ولا تنها، نه یعنی که یک کس معن میکنی یک کار این کار، یک کس از کاری بد این کار میکنی، ولا تنصحوا، فهمیدی؟ و نصیحت نمیکنی، ولا تدعو الى الله، مردم به سوی الله دعوت نمیکنی، ولا تعظ موعظه نمیکنی، ولا تذکر یکون کس خاطر رسون نمیکنی، کسی آخرت خاطرش برمیده. هذا هلاک میگه شیخ، این مردن است میگه، این هلاکت است میگه. من لم یستطع
فبلسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرماید که کسی نتواند به زبانش، فمن لم يستطع فبقلبه، کسی نتواند به زبانش به قلبش، و ذلك اضعف الایمان، این از همه نقطه ضعیف ترین ایمان است. اگه بعضی آدما چیکار کنیم از همین ایمان ضعیفی خلاص میگیم گفته چیکار کنم امر معروف کردم هر چی بگو گفتم میره، نه. ثم انت عليك واجب ايضا عليك اهل بیتک، بگذار خیلی تو به دیگرها، یعنی که زور نرسد و خب بالای تو با دیگر واجب هست کو خانوادی تو بالای مسئولیت وایها بالای تو هستن، خانوادی تو مسئولیتشون در دوشی تو هسته، بارک الله فیک، در عهده تو هسته. الله سبحانه و تعالی میفرماد یا ایها الذين آمنوا قوا انفسكم واهلیکم نارا. فهمیده؟ یعنی ای کسانی که ایمان آوردید، قوا انفسکم و اهلیکم نارا، خود را و خانوادی خود را از آتش دوزخ نگه دارید. فهمیدید؟ خود را و خانوادی خود را از آتش دوزخ نگه دارید. بارک الله فیک مسلمان. علی رضی الله عنه میگه چی تحت این آیتانه؟ یعنی به تعلیم اسلام میشود. فهمیدید؟ مردم ما چیکار میکنن؟ به تعلیم زبان انگلیسی خودش و خانواده‌اش آتش دوزخ نگه می‌داره. به تعلیم زبان انگلیسی پسترین زبان. فهمیدید؟ پسترین زبان، بیزترین زبان زبان انگلیسی. فهمیدید؟ والله بالله وقتی دگم می‌دارم گپی عادش اند آدم یعنی که دلش میکوبه. بهترین زبان زبانی است که الله سبحانه و تعالی به همان قرآنش نازل کرده، پیغمبرش فرستاده است. فهمیدید؟ اینا مردم چیکار میکنن؟ زبان انگلیسی میآموزن. اعوذ بالله. خود را و خانواده خود را از آتش دوزخ نگه داره. به چی میشود؟ به تعلیم اسلام میشود. فهمیدی؟ بارک الله فیک. این میگوید که باری من نیست، میگه خانواده تا رئیس جمهور یعنی که بیاد دستیت زنی تو را شرطای نماز زند، کودکای تو را، فرزندای تو را رئیس جمهور بیاد دستیت، یا که امام مسجد خانی تو بیاید نگاه کن. وقودها الناس والحجاره، یعنی وقودها الناس ای حطبها، یعنی هیزمی آن دوزخ از چی عبارت است؟ الناس، از مردم، والحجاره، و از سنگها. میخوای همراه این مردم همین سنگهای عجیب باشی؟ اعوذ بالله نمیخوای کو. علیها ملائکه غلاظ، یعنی در آنجا فرشته های هستند که یعنی که کاری اون دوزخ، خدمت و کار و مسئولیت اون دوزخ در دوشی مخصوص فرشته های هست که کار ویا فقط عذاب دادن است. کار ویا چه؟ عذاب دادن است. تلی امرها و تعذیب اهلها ابابیل. چی؟ استغفر الله. چی گفتم؟ زبانیه خواستم بگم. زبانیه. نه. و چه خیلی فرشته هستن؟ غلاظ ای جفات القلوب، سخت دل هستن، یگون ذره رحمدلی ندارن. هرچه این ملیسای ما اکو اون کس جنایت کننده با دلشون میسوزد یک پیال چایش میتیم برای مثال، یکی یک چین چی میدارن راجع. شدادون نه خیلی ویا یعنی با قوت هستن در ترکیبشون، در ترکیبشون با قوت هستن. در دنیا آتش رفته هم میکنن میرن میبینن. فهمیدی؟ لا یعصون الله ما امرهم، الله چی ایشان فرموده است از الله عاصی نمیشن. و یفعلون ما یؤمرون، چی را که مأمور شده دیگه همون میکنن. فهمیدی؟ رنگ ملیسای ما بود چی نمیکنن؟ قانون ویرون کرده برای حزب تحریر چی ورق نمیدارن. فهمیدی؟ یا که برای یعنی که نارکوتیک میکشیدگی با نارکوتیک نمی، اینا همش قاعده ویرون میکردی. اون فرشتان خیلی نیستن. در اونجا داد میزنن میگه فریاد میکنه یا مالکو، ای فرشته گو پروردگار ما رو خجون ما رو گرا نمیشه داخل خلاص شویم. یا کی آب موت میگه حرام میگه برای شما.
فهمیده؟ نمیکنه، یگون یاردمشون نمیده. فهمیده؟ بارک الله فیکم. سوره تحریم آیه 6. الحیاة لا تعلم عن الذين في بيتك. آخه او کمیسیه تفتیشاتی یا که مثلا شورای علما، یعنی که اون یا که این مسئولین در خانه تو کی هست، تو چی حال دارن، در خانه تو به چی مصیبت گرفتار هستن، اینی کیش که نمیدونه. لا تعلم. کجا میدونه این کمیسیه؟ ملاها کجا میدونه در خانه تو چه؟ و ولی الامر لا يدري عما في بيتك. ولی الامر یعنی که راهبر دولت کجا میدونه در خانه تو چی هست و چی نیست؟ انت المسؤول عما في بيتك من النساء والاولاد والضيوف. آخه تو مسئول نیستی مگر در خانه خودت از زنها، از فرزندها، از مهمانها. انت المسؤول، تو هستی مسئول. لان الناس لا يدرون عما في بيتك. مردم نمیدونن که در خانه تو چی هستی و کی هستی. فهمیدی؟ یا میدونن؟ نمیدونن. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، پیغمبر سخنش بینه میفرماید که كلكم راع و كلكم مسئول عن رعیته. هر کدوم شما به منزلی چه؟ چوبان هستن. وقتی ما بعضی مله ها رو چوبان گفتیم خفه شدن. فهمیدی؟ یه چوبانی کار خوبه. فهمیدی؟ چوبان شدن 1000 بار، میلیارد بار بهتر است تا منبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرفتن در اوج اشوله خواندن. فهمیدی؟ چوبان شدن بهتر است برای شما واری ملهای بی سواد تا منبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرفته از اونجا چی شعرهای شاعرای بی سواد خواندن، یعنی که از دین دور خواندن، تا در اونجا آیات ها رو چپ و راست ترجمه کردن. فهمیدی؟ تا در اونجا قصه های دروغین خواندن و مردم خوابالود کردن. فهمیدی؟ تا در اونجا یعنی که بدعت و خرافات جاری کردن، تا در اونجا شیعگیر عقیده شیعه و رافضه را پهن کردن. چوپان شدن تو برای تو 1000 بار بهتر است، گرچنده که تو ایشان هم باشی، سعید هم باشی، خوجه هم که باشی. برای تو والله بالله در پیش الله چوپان شدن یگون بنده مؤمن مسلمانه، مالش گوسفندش بوزش گرفته چوبانه کردن، برای تو واری ملای به سواد بهتر است. بارک الله فیک. امر معروف کردن نمیتونی، نهی منکر کردن نمیتونی، مردم زلالت ببرد ایستادی. عرب‌ها یک مثل دارن. میگن صاحب خونه با کدام نغمه‌ای که مینوازد آواز میبرد. فهمیدی؟ یعنی که موزیک میزند، صاحبای خونه یعنی که دیگه مسئولین زن و فرزند و کودک باید که طبق موزیکی همون و چیکار کنن؟ رقص بکنن. فهمیدی؟ بارک الله فیک. و کلکم مسئول عن رعیته. همه مسئولیت داره از زیر دستانش. و الامیر راع، شخری که رئیس جمهور این میزنه، داد میزنه، دوای میزنه در پشتش. فهمید؟ وقتی روبرو میشه بگی که زانوهات میلرزن. انا همه این دلیرهایی که از هر طبقه است، از هر رایان‌های یعنی که تاجیکستان است، بیشتر از مسجد باشد، از اور تپه باشد، از پنجکند باشد، از اش باشد و دیگه با دیگه فرقه دیگه محله باشد. همه این زورها در کشور روسی استاده، چنان داد وای میزنن، دو با دهنش آب میبرد. اما وقتی که به یک میلیسی عادی او چسکوی میبونکو، به یک میلیسی عادی روبرو زنه دیگر حال نزدیک نشده علاکه در فکرش چی دروغ گویم تیاره. با اگر او یعنی که چی طرف امنیت او را برام با میبینه که زانو با زانو چخل والتفت الساق بالساق، چخلی که الله تعالی میفرمه، میبینه که زانو به زانو میچسبد از ترسش. همین برای چی؟ برای خاطر آن که بوز دل میگو اینا را. همین برای اینا شجاع نیستن. اینها کسانی که پشت رئیس جمهور گم میزنند، کسانی که پشت دولت اسلامی گم میزنند، اینا همه میخلصن. اینا ترسو هستند. بارک الله فیکم. خوارج همین طبیعتش. بارک الله فیکم. والامیر راع و هم مسئوله و هم زن فرزند داره رنگی تو. بود بر زن این مسئولیت دولت در دوش است. و الرجل راع علی اهل بیتی، مرد جوابگر مسئولیت داره، یعنی که به خانواده‌اش. و المرأة راعیة علی بیت زوجها، زن هم یعنی که چوبان است بنابر یعنی که در خانه شوهرش چی دارد و ولد در فرزندای شوهرش. فکلکم راع و کلکم
مسئول عن رعیت. هر کدام شما خلاص یعنی که چوبان بود دستید. فهمیدید؟ رئیس جمهور هم چوبانه، فهمیدید؟ ملا هم چوبانه، شما و هر یک کدام شما با مسئولیت دارد. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. حدیث بخاری باید میکنه، فهمیدید؟ در دیگه جا هم اومده از حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنه. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. خلاص یعنی که این با دوام دارد ان شاء الله، یعنی با درس آینده دوام میدیم. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.